درود و مهر. من پروانه هستم، 47 سالمه، مادر یک دختر هستم و سالها معلم بودم، اما معجزاتی رخ داد که من در مسیری قرار گرفتم که طی این فیلم ها دارم براتون بازگو میکنم. مسیری پر از معجزه که شاید خیلی از ما اونها رو نمیبینیم و سختی و مشکلات تلقی میکنیم. در ادامه داستان قبل، داستان واقعی زندگی من که در فیلم قبلی براتون گفتم، شب 4 و 5 به همون منوال گذشت. صدایی در می اومد، من با اضطراب بیدار می شدم، از چشمی در نگاه می کردم، هیچ کس نبود و دیگه از شب 5 جدی شدم. گوشی رو کوک می کردم 4:30 صبح، 4:30 صبح بیدار می شدم، داخل چشمی در نگاه می کردم، نیم ساعت 45 دقیقه و واقعا این چشم و پلک ها درد می گرفت، اما ادامه می دادم از ترس. و لحظاتی که بیدار بودم و زودتر از اون تایم بیدار می شدم هیچ اتفاقی نمی افتاد، اما اگر یک روز خواب می موندم اون صدای در رو می شنیدم. و الان که برای شما میگم شاید به نظرتون خیلی عجیب برسه. من نمیدونم تو اون تایم چرا اینو متوجه نبودم، اما به مرور متوجه، الان که بارها این قصه رو بازگو کردم، متوجه شدم که چه اتفاقاتی داشت رخ میداد. و بالاخره این بود که من دیگه لازم نبود ساعت کوک کنم. من هول و هوش 4:30 صبح یا رو به 5 بیدار می شدم، برای خودم یه دمنوشی چایی آماده می کردم. اون منطقه پر از مینا بود، میناها پشت پنجره میشستن و همسایه ها بهشون غذا میدادن. من هم خب اون موقع صبح بیدار می شدم، یه مقدار غذا برای پرنده ها می ریختم پشت پنجره، یه شمع روشن می کردم و مراقبه کردم. خیلی عجیب، من مراقبه رو یه مدتی مرتب به خاطر اون ترسی که ایجاد شده بود بابت صدا شروع کردم و از تایمی که مراقبه رو شروع کردم دیگه اون اتفاق نیفتاد و من مرتب با همون یک دونه دوستی که داشتم و آشنا متعجب بودم که خب این کی بود که در میزد و چرا در زد و چرا، از کجا میفهمید که اصلا من بیدار شدم، چون سر صدا اصلا نمی کردم و یه شمع روشن می کردم و پشت در می شستم. و جالب بود که این از ذهن من پاک شد، ترسم از وجود من بعد رفت و اما عادتی که رو سر من باقی مونده بود، این که 5 صبح بیدار شم، چه مراقبه انجام بدم چه مراقبه نکنم.